شما کلمه جنگ بار اول کی فهمیدید؟ کلمه جنگ ما اول نفهمیدیم. کدام قسمت بردن؟ چسبای دهنی در با کارکتی میزنن میکشن. 12 عسکر شوروی. عسکر شوروی. Sevastopol ne zdadim, это наш столица, через море перейдем. همین عادی شما چی می‌گذروندید در همون وقت؟ بمب‌های نکفتگی برآمد دیدن که همین خالدا لینچ‌های همین آدبورین لینچ‌ها آدم انداختگی و زنده میمونن یا میمونن که؟ زنده میمونن یا میمونن؟ زنده لاخ شدگی. و هولوکاست و آدمکشی فقط یوریای میکشت که آخر هولوکاست با. میگوید که همین زنی من که با یگان علاقه نکنه. کدام مصلحت میکرد یتیلر اخته میکنه. دهشتی همین مرگ پیش چشمش میبیند که همین بار اول شما همین مرگ چه خیلی دیدم آدم نه مکتوب نه خبری خوشم. سبب آن است که بیهوشم و درگاهی تو مینالم. را حاضر همین جوان ها از ارم رفتن میگریزن. سبب چی؟ دلشون موندگی بی‌ترسن. اون وقت جنگ نبود ما نمیدونیم این کارا. با اوکراین به جنگ حاضر. خلق روسا دیدن نمیتونن این مملکت اروپا. حالا اگه جواب میشد یک اسنایپر نقش میگرفتید دستم. میگرفتم. دوستان عزیز سلام علیکم. ما همیشه در پی جستجوی قهرمان ها هستیم. برای برنامه‌هایمون یا ستاره‌های استراده میکوبیم یا بلاگرهای مشهور یا نویسنده‌ها یا شاعرها و همین گونه شخصیت‌ها میکوبیم. ولی امروز من واقعا در خانه قهرمان واقعی هستم. ما با دیدار قهرمان واقعی اشتراکچی دو جنگ معلم سابقه دار عبدالعزیز قادرов آمدیم تا در عرفه روز غلبه با ایشان یک صحبت انجام داده باشیم. سلام علیکم. من اصلا بسیار خرسند هستم که شما بردم و با قوت و سالم میبینم. عید غلبه به شما مبارک میگویم. ببینید من خواستم در آغاز از آن حرف زنیم که شما کلمه جنگ بار اول کی فهمیدید؟ کلمه جنگ ما اول نفهمیدیم. آرزو میکردیم که کی در خدمت رویم و فرشکه مونیم و رمینت باندیم و موزه لغنیم و همیشه رفتار کنیم. کلمه جنگ ما نمیدونستیم در وقت. در فنلاندیا جنگ سر شدگی بود است. ما در ارمه دعوت کردن. سنی من 17 ساله. من گفتم نه من 18 ساله. پس بله بودیم قبول شدیم. فنلاند بیشتر رفتن. 38 39. در فنلاندیا یک هفته اشتراک کردیم جنگ با. جنگ تمام شد. وقتی که جنگ تمام شد ما بحر کاسپی کتی به ریسپوبلیکای آذربایجان فروردن و شهر لنکران سرحد ایران. سرحد ایران. در همینجا قریب 2 سال خدمت کردیم. اول من کرسی پالکاوی اشکال تمام کردم. ملسی کماندر شدم. من سنایپر بودم. سنایپر. در همینجا خدمت قریب تمام کردیم که 2 ماه مانده بعد جنگ بزرگی وطنی سر شد. در همین جنگ بزرگی وطنی ما همچون سالدت کهنه ایران را در آوردن. آن وقت ایران مستملکه انگلیا بود. انگلیا بود. اون وقت گرمانی انگلیا همش یک جایه بودن. از طرف ایران گرمانی آمده همه نفت باکویا میگیرد گفته ما برای محافظت همه نفت باکو ایران را در آوردن. از اون طرف انگلیسان ها آمدن، از این طرف ما انم ساختیم بارید. از شهر بیرون این طرف ما، از شهر بیرون انگلیسان ها. همه 2 ماه محافظت کردیم. 2 ماه محافظت کردن پس بعد جای ما با پاپلنه یا شای بردن و ما همچون سالدت کهنه فرانت بردن. کدام قسمت بردن شما فرانت با؟ کدام قسمت بردن؟ ما فرانت جنوبی با. ما همین کوهی کافکاس کتی گذراندن همین داغستان و پهلوی، کزلوی، رشت. من همین شهرها کتی رفته شهر نوورسیسکی با. شهر نوورسیسکی بین 2 بار با همونجا با 1 ماه مشغولی گذراندیم. آوازی تیر و توپ و تنها با گوشمون آماده ایستاد. بعد
هم بین بحر کسبی و عذاب کردی شهر کیش به زده در آمده. شهر کیش به در آمده همین روز یکم نصف شهر گرفتیم. نصف شهر گرفتیم، نصف شهر با نیمسا، نصف شهر با مهون. مانده شدیم، هلاک شدیم. بعد فرمودن که هر یک عدلی یک خانه با زمستان کو یک خانه با خوب کند. نیمسا فوجی گریختن نکرده در پدولی همه صاحبی خانه ماندگی بودیم. یک سلطت ها مانده شدگی همه خوب کردگی همه دو عدله نیه، یکم عدله نیه زنده، دویم عدله زنده، سوم چهارم عدله نیه در آمده نیمسا از پدول میبرون خوب کرده ماندگی. چه سوای دهنی در با کارتیتی میزنن میکشن هوا ملتر نیه فقط کارتیتی. همه 12 کسا ریزه میکنن. 12 عسکر شوروی. عسکر شوروی. سوم عدله نیه، چهارم عدله نیه. 12 کسی 24 کسا ریزه میکنن، گوشت بین خانه با تیپ میکنن و برآمده میگریزن میرن. سواستوپول، سیمفروپول، ادیسا همین شهرهای نیمیس گرفتگی. نیمیس گرفتگی. ما راهی درآمد نداریم از خشکی. برکی رفتن در کار. بعد فرمان شد که سواستوپول آزاد کردن در کار. آزاد کردن در کار. بعد از طرف بر ما همون هجوم سر کردیم. اونجا دو تا ذات سویتی ساختگی. بلندی با بتون کردگی و تیر پای نمیکند. و اتشکو موهای پرانده میگیرن، موهای نمیتونیم زده. و در دنیا 2-3 هجوم کردیم. بسیار آدم نابود شد. حتی شعر هم میخواندیم برای سواستوپول. خشکی نبوده. Sevastopol ne zdadim, это наша столица, через море перейдем, это наша граница. همه کل شعر خوانده هجوم کردیم، گرفتیم شهر، آزاد کردیم اونجا. رازیت که برفتیم درون جنگل با گفتم که آدم زنده قبیده بیتان. آدم قبیده. رفتیم درون جنگل با هیچ کس نیست. یک تنی درخت تراشیده پاچمانه کرده بر اومدگی. بالوش نگاه کردیم که دوستکه زدگی. دوستکه هم زدگی. یک فرشک کشال کرده ماندگی. آدمش ندیدیم. یک کس بر اومد. از طرف قومان یک کس بر اومد. رخبر گفت که نچلک شتاب نیمیس بوده است. نچلک شتاب خریطه پیش بکشد ماندگی. همه خریطه دیده خواش برده است. خواش برده است. بعد همه پشناکی گفته فرآورده آوردیم. آدمی زنده. ما هم با 12 سوتکه آدیق دادن. 12 سوتکه آدیق دادن. همین آدیق شما چی میگرزاندیتون در همون وقت در یک شهری عقیبگاه. در عقیبگاه استراحت کردیم، خواه رفتیم، خیستیم. بختیاری خودمون. باز روی کردن رزویت که با درون جنگل به خواه رفتیم که سمالات گذاشت. سمالات گذاشت جنگل با بمب پرتافت. بمب بید میزنه در درخت نمیکفد. باز میپرداد نمیکفد. باز میپرداد نمیکفد. بعد تلفن کردیم و یه چسبه که همه خیلی واقعه. بعد از سپر نیروت آدم ها آمدن. اشکمگیج آمدن. همون بمب های نکفتگی برآمد دیدن که همین خلطه لینچ های همین آردبورین لینچ ها با آدم انداختگی و دهنش دوختگی با 2 زمان نویزگی. اون از بمب میخواتاید میوام واس ایوام بامبیوم. یوری های پرافتین سری آدم با. گویا اینکه همه ایوری های همه شهر ادیسا همش ایوری بوده. همه ایوری های در لینچه انداخته پرتافت شده همه جا.
بعد اینا فهمیدم که چه زنده میمونن یا میمونن اکا؟ زنده میمونن یا میمونن؟ همه زنده لخ شدگی کشار شده ایستاده و اون بالا میپرتد و اومده میزد درخت و زنده میمونن. چه ایوری گفتن اخو ایوری روس نگفتن ایوری گفتن. کماندر کانسول بود گفت که هیتلر گفت بسیار جوان خوشرو بودگی بسیار جوان خوشرو بودگی خانه یک همه ایوری با خدمتگار بودگی و ایوری سوداگر بودگی سودا با میرفت از انگلیس امریکا یک شهرها با 2 ماه 3 ماه پس بعد همین مالی بسیار گرفته می آمد و کاری سودا مشغول بود. بعد این هیتلر کلان می شود با وایه می رسد دیگه تی خوشرویی بود بلا می شود بعد خشم می برد می گوید که همین زنی من که با یگان علاقه نکند همین کدام مصلحت میتد هیتلر اخته میکنن اخته میکنن برای همین وای نشدن اخته میکنن. بعد این هیتلر من اکو دستم از دو دنیا کنده فرزنددار نشوم زندار که نشوم گفته همه قسکتی میخواند وای نشده میخواند افریتار کپیتان پالکونیک همه خیلی برآمده میرود با یک مدتی کوتاه خیلی درجه بالا با که برآمده میرود اینا سردار دولت انتخاب میکنن. انا برای همه قصد گرفتن از ایوری ها همین کار کردگی بودن. همین کار کردگی. و خلاکوست و آدم کشی فقط ایوری های میکشت که آخه خلاکوست با خلط نویست همه خلط لینچ های آب با انداختگی دهنش دوختگی 2 زبان کتی نویستگی روسی کتی نمیسی کتی انا همین ما بچهش ما دیدیم همین کارو همین ببینید همین آدم دهشت همین مرگ در پیش چشمش میبیند که همین بار اول شما همین مرگ چه خیلی دیدید همین آدمی ویا همین بعد یک چند وقت پس یک کمینالان گفتگی پسیال که با جنگ برفتیم بعد به دایروچه اسم با دمیسا اسم با بلندی با موهون سخرانی شدیم همونجا با از پاچیم که خوشم رفت از گاه نیه خون بسیار رفته گیده بعد یک به هوش اومدم که یک عراوی یک اسبکتی یک موی سفیدی گرجدن اومد برود دارد برودهای سفید دارد اومد یک روس برداشت و عراوا بار کرد و پیش من اومد منم برداشت عراوا برداشت تنی عراوا موند و علینک هم برداشت تنی عراوا بغل شدم من گفتم من کجا میبری گفت همینش به خاطر ماسی گاسپیتال گفت عراوای های کرد خوشم رفت است با یک بهوش اومدم که روی آهن ببر اومد روی پاییز با ساچه با آوردن میدان با لباس های کشیدن یک تا نسل که با مرد بچه نیست دخترها فقط دخترهای 17 18 16 15 ساله دخترها نسل که با دست مانا برداشت برداشتن لباس های دیدن که لباس های ما افلاس جاندار دارد شبوش اون وقتا شبوش میگفتن همین چند ماه لباس نپوشیدیم شبوش کردیم یک من نه همه بعد لباس های هم میدان رو دوندن علاو سر دادن بعد در اومدی همین حمام با چیزها استها سرتراش ها موی سر و تک قلتق و موی بدن و تازه کرد شدین تازه کرده دخترها همون نسل که حمام در آورده 2 دختر یک آدم میشوید همون یه حمام کننده رو بعد پیش دخترها در آوردن سیم کجا بوده اول با آدم مانند کرده و پیش دخترها در آوردن همونجا با هوشم نه لیکن وقتی دخترها در آوردن با تماما به خاطرم نیست هیچ به خاطرم نیست شب خواه رفتیم سحر یک زده بیدار شدم
زده بیدار شدم که در یک کراوات خواه رفتیم. سیستان نگاه کردم یک آینه قبضم و راست ماندگی آینه کلان آینه با خودم دیدم از خودم ترسیدم. شما این دوام کسلیتون یگان بار خانه ننوشته بودید؟ چیزی که ننویسم ها دست محکم معیوب هم دست محکم همه جا پاچه محکم هیچی نوشتم. بعد همین دست که قلم گرفتگی شدم بعد مکتوب نوشتم از قرشی خانه با مکتوب نوشتم شعرش که نوشتم لیکن اگه شعرش از خاطرم نبرد اگر بسیار وقت است که خاموشم نه مکتوب نه خبری خوشم سبب آن است که بیهوشم و درگاهی تو می نالم. این یک مصرع بود. خدمتم را 5 سال شد غریبی بر سرم بار شد دست و پایم یردار شد و درگاهی تو می نالم. به شهر ساچی خوابیدم به شهر باقی خوابیدم یکان درمان نیابیدم و درگاهی تو می نالم. به شهر قرشی مهمانم نمی ترسم من از جانم طبیب ها داروی و درمانم و درگاهی تو می نالم. دست و پایم می کرد ورم طبیب ها بیشش در برم آبی دیدیم در بسترم و درگاهی تو می نالم. به شهر نو روان هستم معیب و ناتوان هستم به پای ناروان هستم و درگاهی تو می نالم. دو مثل دیگه شد من ادوشمه نیسته که همین مکتوب رایی کردم. مکتوب می بیاد دوباره شیوانشگر می بیاد خانه با که فلانچه زنده بوده از قرشی خطش اومد انا با توی میتینگ بید انا همه خیل کردی بعد دوشنبه دویم باره اپرات بعد همه دروایه در پویس یک مسیسره مای گرفت اومد یک آدم یک خودم از قرشی اومد بعد همه شهرینا چپتوره به نزدیک اومدم پس مکتوب نوشتم که من دوشنبه آوردن گفته همه یک برادر من تعبیرچی بود کلخاز با روز پخته بچینن شب ادیر برافته غله میترم آدم نیست مرد نه. بعد همه نامش با مکتوب نوشتم و از همه تیریده پرد آدم همه مول که یکان سالدت فرود نو سیوانشگیری دهیم سیوانشگیری مادرت همه خط یک آدمی شناس آقا میگلتد همه خطا میبیند بعد همه تعبیرچی با آورده میتید بعد کسیش به میاندن میگوید یکون اینا همون ادیر برافته لوی علاوه میخوانیم بعد میرن علاوه میکنن دراو میکنن و خطا میخواند که من دوشنبه آوردن. بعد من یزنه شد نوبه خواهرم منو گرفت جوره ما بود. بعد از اینجا اسب سوار میشد سنگمیله قشلاق ما میرود پدرم خواب مست خواب میرن میگود که عبدالعزیز دوشنبه آوردن من خطاش پرتابتا از پایی درم میکزن پدرم اسب زن میکنن هر دیوشون میزنن دوشنبه میرن اسبکی شب روز شدم با شهر و میدران روز شدم با شهر و میدران کجا روان نمیدانن نه همین من شهرم چند سال بازم نیدیم گفته همه زنیسکی خانه یا طرف کرده بیرون نگاه کردم که یک آدم شوک سفید پدرم کارگری خواجگی جنگل بودن لیس خواست یک شوکی قضا خون پوشیدن سفید دو طرف چاق پوشیدگی این در نگاه میکند این تیریزه نگاه میکند این تیریزه بعد من گفتم کی باشد یکی توش همیشون کرد که دیو کردم که پدرم بعد تیریزه تخته کردم حتی دیو کردم تو در همینجا گفتن بعد آمدن پیش تیریزه آمدن من گفتم من حاضر میبرم گفتم بعد برآمدم که بلور به همون اسب رفیقشان دست گرفته ایستادگی بالتایفو من این در دوشنبه ها؟ وزنم 40 کیلو عذاب کشیدگی خور رفتگی این
نهونی ما من در هسپیتال کار رفتگی در این نمونه ما وزن پیدا میشد وزن سالدات 40 کیلو بعد گفتم که زنها مادرم دیگر ها نبیان که عذاب میکشن من اپراسه میکنن ندیگی با دوباره در همین دوشنبه اپراسه کردم تو چند سالگی تو در مکتب کار کردی؟ تو همین با حساب نه چند بودم که بعد و بروردن نفقه برومدم نفقه برومدم بعد از نفقه برومدن انا در همین دیه درس دادی نه همین دیه با همین من همین مکتب جامعه با من مدیر قسم علمیش دا کار کردم بعد اومدن در اول گفتید که معلم بودید و آرزو می‌کردید که لباس سالداتی پوشیده و ریمنتوی بسته توفلی‌های لک زده موزه‌های انا حاضر همین جوان‌ها از ارمی رفتن میگریزن سبب چی شما چی وادار میکرد که محبتتون ارمی بود خدمت بود حاضر خدمت به شوقشون نیست سبب همین که اینو از همین جنگ‌های گذشته واهمان‌ها دلشون موندگی بی‌ترسن اون وقت جنگ که نبود ما نمیدونیم این کارا این ها جنگی ها بفهمن که من در اوکراین جنگ البته گرفت میبره در جواب برای اینها از ترس خود میگریزن اینها من حاضر نباشد دیگه من نصیحت میکنم نگریز یکی نکن کتا ببینید من حاضر با اوکراینایی که شما همونجا بودید با اوکراین به جنگ حاضر شما تلویزیون میبینید همین جنگ ویا چی نظر دارید شما همین فکر شما نسبت همین جنگ چی نسبت اخی جنگ اینو همین خلق روسا دیدن نمیتوانند این مملکت اروپا خلق روسا دیدن نمیتوانند یک خلق روس اگر بسیار اهالیش بسیار نشان داده هم باشد تریتوریش دو برابری اروپا تریتوری این زمین این قطر زمین اینا چشم باید دیدن میتونند و من همین قطر زمین به انگلیس استاد فرانسه گرمانیا دیگرش نفت دارد گاز دارد همه چی دارد اینا دیدن چشم دیدن ندارد شما سنت پترزبورگ رفتید چند سال پیش همچون آزاد کننده بلاکاده لنینگراد شما در بلاکاد اشتراک کردید در هم سال 19 بلاکاد دو کسا بردن روبرام یک حسن حفودگی کپیتان بود رفتیم در تمام گزیت ها رادیو تلویزیون همین گپی مهون هست اقساکال دیوناست پیتلیت استازیکستان اقساکال دیوناست پیتلیت استازیکستان همین شعار نیستگی درنی باشیم مهون اکنون یک آدمی نیدالدار رو نمیبینه در لنینگراد رفتیم همه مرده رفتگی گریخته رفتگی خلاق شدگی همین یک دختر من شوهرش که میبیاد آرزو میکند که همین قدرتی من یک گرد صورت بغلتر شوش گیرد زنش صورت میگیرد زنش کپاد شوش صورت میگیرد همین خیلی عزت و آبرو کتی شما پیشواز گرفتن بعد همین لبی باری لنینگراد با چی شد روزی غلبه تقریب جای کردن خیلی در اون دوره جنگ ما این یراقا با نبود یراقایی که حاضر هست در روسیه اون دوره ها این یراقا نبود یک یراقا برآوردن که آدم خوشش می رود سمالات های دیگر حالا اگر جواب میشد یک سنایپر نقش میگرفتید دست میگرفتم سنایپر ما همه خیلی خصلت داشت که 10 مراتب نزدیک نشان داد 10 مراتب کلان کردن نشان داد اگر 1 کیلومتر باشد 100 متر به نشان میداد و از مندرش علاقه ما میشناختیم نمیسا از مندرش اگر پیشک بارین بوز بارین باشد فیل باری کردن نشان میداد که ما خطا نمیکرد البته میرسید با برای ما همه در تاری درخت میگشتیم در چیتک شما در میدان سرخ هم روز غلبه اشتراک کردید در حضور دیگر پرزیدنت های پوتین بود و دیگر ها بودن بودم
این سال چند بود؟ این سال مسکو رفتیم سال 13. یک صحبت ویدیوی صحبت شما با پرزیدنت تمام جا مشهور شد. تمام جا تماشا کردن. همونجا شما از پرزیدنت گله کردید. همون صحبت پرزیدنت به همون واخوری چگونه صورت گرفت؟ شما کی گفت که برآمد کنید نزد پرزیدنت؟ با همینا میخوام نقل کنید. یک سرداشت برآمد کرد. ژورنالیست بود است. گپای خوشی رو گفتن. دیگه بسیار سوال دادن وای با. بسیار سوال دادن. قرار شد. بعد یک دختر برآمد کرد. این دختر معلومات بود است. اینم بسیار سوال بارون کردن. تمام شد. بعد آخر نوبت من آمد. حالا پیش من با از جماعت آمد آوای از ردکسیون آمد آوای که شما آدمی کهنسالو یک برآمد کنید. یک برآمد کنید. خیلی بعد من پیش تیاری دیدم. بعد برآمد کردم. بسیار تعریف کردم. آبادی شهر و آبادی من شهر نو شهر شو. خدمت های اون کس کردگی و برای غمخواری و برای همون شراکتی های جنگ و برای منم لینینگراد مسکو رایی کردن مانا برای همه همین ها من یک به یک گفته دادم. یگان سوال ندادم ما. سند سال ما روایت کردن می یا اینکه من برنامه خودم به یکم بار گفتم سال هزار من موسیقی 101 ساله اوجب 101 ساله حالا 4 تا شد. من غمخواری شما تا هم درجه که ما باری هزارها انولید جنگ وطنی در وقت از مثلا سراغ میکنید پول و مبلغ و رایی کرده می ایستید. انا ما اشبا مندار ما وقت همینو گپای گفتم. گله کردید بعد؟ بعد دعا دادم. بعد دعا دادم. خیلی دراز سلیدم و من گفتم من از شما گله دارم. بعد این کارگرای ناحیه ترسیدن. اینها گفتن خیال کردن که از ما هون شکایت میکنن یا شکایت میکنن. من گفتم که نسبت به ناحیه حصار نسبت به ناحیه ترسونزاده در ناحیه ما کم میبید شما. اگر شما تیز بید راه ها وسیع میشد، امارات ها قد میکشد، بعد دیگر سیدی پوری همین که بعد لای مردم به خنده آمد و بعد گفتم که بعد پیش من سلامده آمدن به میکروفون نشه آمدن گفتم که کمپیرتان هست می؟ من گفتم نه کمپیر گفتم وفات کرده. گفتن حاضر از همینجا توی کرده یک کمپیر گرفته تیمی. بعد من گفتم جناب عالی میبخشید گفتم کمپیر به تیر دارو نیست گفتم. بعد خندیدن گفتم که خیلی نباشد روید عادی کنید خوروید من همه توی کمپیر شما برای میکنم. بعد همه کلانا کتی یک پچور کچو کرده یا چی گفتن همه سوالش نرفتن مونده. فرمودین نه فرمودین ما اومدیم همه کراوات بود پسرها همینجا اوته گفتن کشو برآمد کردید گفتن نازار آمد کردید گفتن ماهانه پادرید نکردید. بعد من گفتم استان همین یک ساعت می یک و نیم ساعت شتیم ده همینجا با شتیم که دروازه کشاده شد. بعد رئیس اسپرکومی ترسونزاده حصار و رحمان و جانشینی پریزیدنت و همین ها در شدن. از یک ماشین دو خلط عرف آوردن، از یک ماشین روغن، دو خلط برنج، از یک ماشین پیاز کارتشکی و سبزی و از یک ماشین یک گوسفند کشته در روشه گرفتگی در داکه پیچاندگی پوست کردگی همه آوردن همینجا ماندن و همه قطار همینجا ماندن سرعت گرفتن و بعد همه جای شما با منش خیزیدی گفتم خیستم من با توکی جامعه کرتا بروک کاستیوم پوشاندن با 1000 تومن پول برآورده کسی ما انداختن. باکتان کد آتید
بعد من دعا دادم جناب علی بیو انا آدمای آوردگی بیو دعا دادم همه که خستن رفتن بعد تیز برای خبر میگه که شدن اینا. سلامت باشید. ببینید شما در این عمر بسیار نغز دیدگیتون حاضر چند فرزند و نبیره دارید؟ من 4 پسر و 4 دختر دارم. یک دخترم گذشت. انا دیگر همش حیات. انا پسری کلانم و دیرکتوری تئاتر جوانان شدگی بود. انا عبدالحفیظ قادر و اکتیار. میدونم ها. و کلوب همون طرفه. رژیسور شده کار کردگی. حاضر زنده حیات. دانشگاه سند بازی کار میکنم. یک پسرم حکومت به کار میکرد حاضر بیکار ویم. انا اتش مسکو و اتش به خانه با. انا مسیح دخترم نبود دخترها هم حاضر همیشه سلامت حیاتش در منطقه. انا همینای خانواندم شوهر بدادم. ببینید همین 104 ساله از شما خدا عمرتان از اینم درازتر شود. همین چی سر هست که در همین سن و سال بردم شکر خدا با قوت شکر خدا میگرده یگان ویش هست یگان مردم بگوید که مردم گمونتون نبنی عمر دراز شود آدمو. من 3 گمون دارم. یکم گمونم 47 سال آموزگار بودم فرزند خلق برای نیک تربیت کردم. البته پدر و مادرای همین ها از من راضی بودند. من دوست شو نکردم و غر شو نکردم آدم شو گفته یک گمانم که از همین دعای خلق. یک گمانم همین که سالی که در همین شهر نبودیم مسجد نبود. در خانه نماز میخوندن. در همین مسجد پوشاندیم. در همین مسجد من بسیار خدمت کردم. اندوا من چکان بودم. اندوا لوی همین چردکاش همه جا پوشاندنش و رفته وقت سیوز بود وگان ها با تخته می اومد تخته های صاحب شده آورده پوشاندیم. همین سطف نفته خود با یک عبدالرحمن حکوتگی خوشندی دیرکتوری بودن رفتیم نرسید تخته. گفتیم مسجد ما به تخته نرسید. یک ماشین تخته دادن. آوردیم همین مسجد هم بسیار خدمت کردم. شاید که همین دعای نمازگزارنده ها. سیمش همین که در زندگی مادرم با پدرم 2 زنگ دادم. 2 زنگ دادم که از زن خودم 10 سالی خورد. وقتی که زنشان که مادر من درمند بودن. وقتی که درمند بودن بعد من کلخاز میشتم معلم بودم آمدن افزایشان به جا گفتن من از بحر زنم گذشته آمدم گفتن و یکان زنی آمان با حد یک کلیچک بود شوهرش مردگی بود و گودکاش دست مادرش بود. همه خانه تقاش موقع همسایه بود. همه خانه گودکاشی که یاد میکرد آمده گودکای ما برداشته میگرد پشتار کرده. همین وقت بود که یکی همون در آمد یک کلیچک سفیدی کشروی نازنین از زنی خودم 10 سالی هاش آیله من گفتم که پرس که همین پدری من میگیرن نه. بعد پرسید است که بعد گفت که اگر تقام خواهی گون میگیرم. تقاش رفته میپرسه تقاش میگوید که همین دختری کلانه شونه بچه من بطیان من راضی. من گفتم خوب من دادم گفتم در رفتم اون کشای امولای آوردم نکاح کردیم گرفتن همه خشلاق و تنشان سرمیله با بردن گرفتن رفتن. یعنی دعای پدر گرفتید؟ یک 3 تا فرزند شد. اول یک تا سنت الله میگن حاضر هست. بعد حسن حسین شد. با یک دختر دیگر هم بوده. 3گانگی بوده. این دختر نیده. کمپیرا هم اشکال میمالن میجکن پخال میجوشن میخورانن. این دختر مرده میغلطد.
دختر مرده قلتید خود زنک هم مرد سری فرزند رفت این حسن حسین شیری مادر نخوردیم دوره سیز بود بردیم گروندیم این گودکای بردیم دیدنالت که بسپاریم شربه سپاردیم 3 سال گذشت با آمدن خفا گفتن که یک زن یا گفتن ماما که فرزند نداشته باشد همین گودکای جمع کرده گیریم و بیگانه نشان همین های تربیه کنه مادرتون زنده حال این وقت بعد؟ مادرم زنده بعد کافته حاضر هست زنده باید زنک پدرم مرده رفتن بعد کافته من یافتم من گفتم تو از علامات بی فرزندی جدا شدی گفتم تو با فرزند چه در کار گفتم پدر من گفتم 3 تا فرزند دارن 3 تا پسر من در دید ملوک که خواه گفتم همونه میبری گفتم تربیت میکنی میشد فرزند گفتم تا که تو خیلی میگردی بعد راضی شد رفتیم توی کردیم آمدیم همین های رفتیم عدد ملوک که آوردیم 3 تا فرزند کلان کرد شوهر خانه دار کرد زن داد به حال به خانه هم حسین های زنده و درماند کسان میمرد کردیم ایده که مرشت راز بود است ماند با همین تمام تماشابینای ما با مردم تایستان یک دعا تیده کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاة صلواتا تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطهرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها انک علی درجات و تبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات سبحان الله به هر دمم یارم پی سبحان الله کشایشی کارم تی سبحان الله به عزت کل فیکون سبحان الله مرادی همه جان مردای حاصل کن ای بار خدای پناهیت پاکیزه کنی بی نهایت ما همه غایب های خود را بسپاردیم تو بنای اسمت خدا نگاه دار ساق و سلامت و صلی الله تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آل اصحاب اجمعین برحمتک یا رب العالمین سلامت باشید سلامت باشید خوش باشید